خیلی خیلی زیاد خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من و اصلا مهمتر خیلی زیاد خوش اومدین به کانال یوتیوب من. توی این ویدیو قرار بهتون یه معرفی جامع راجع به خودم و اینکه چه کاری قراره توی کانال انجام بدم بهتون بگم. پس با من همراه باشید. خب من زهرا ام، خیلیاتون منو به اسم پارادوکس توی اینستاگرام میشناسین. توی اینستا برای کسی که منو ندارن بگم که حوزه فعالیتم توی معرفی فیلم و نقد فیلم بیشتر دور این محور میچرخه. این وسط پسطا کتابم معرفی میکنم ولی حالا به ندرت کمتر، ولی بیشتر فیلم. و اینکه آموزش زبان انگلیسی هم میدم. چرا؟ چون که دوست دارم کسایی که به زبان اصلی فیلم میبینن یا کتابای زبان اصلی میخونن راحت‌تر و بهتر متوجه اون یه سری کلمات و اصطلاحاتی که توی کتاب و فیلم هست بشن. خب این از روند پیج اینستاگرامم. توی کانال یوتیوبم هم همینه، یعنی فیلم و کتاب و زبان هستش، فقط با این تفاوت که یه ریزه نمور لایف استایلم میاد تنگش. فقط خوبی یوتیوب اینه که خب من ویدیوها رو کاتگورایز میکنم و شما میتونین بسته به علایق و سلیقه خودتون اون ویدیوهایی که دوستشون دارین رو ببینین. یعنی هر چیزی که باش حال میکنید به درتون میخوره برید اون سری از ویدیوها رو ببینید. پس این از معرفی کلی راجع به این که من توی اینستاگرام چی کار میکنم و قراره توی یوتیوب چی کار بکنم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. شما رو در ویدیوهای آینده میبینم. قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب منم سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. خداحافظ.